بعضن وقت آدم میخواهد به جای برود راحت بخش، لوکس و آرام که خدمت رسانی عالی درجه داشته باشد. اگر چنین است پس به بورک بیایید. اینجا خدمت رسانی به درجه عالی است. بورک. رقم کوتاه فرمایش 94. رفیقان عزیز، بر شما درود میگویم و برنامه نوبتی ناگفته ها رو پیشکش شما میسازم. چند پیش اگر یادتون باشد با بهرالدین صبور یک برنامه تهیه کرده بودیم. در اون برنامه بهرالدین صبور ذکر کرد که در یک فیلم میبایست نقش مرکزی یعنی نقش اساسی رو به ضیاءالدین نورزاد میداد. وعده هم کرده بود و در آخر به وعدهش وفا نکرد و این نقش رو به ضیاءالدین پیشکش نکرد و من همون زمان تصمیم گرفته بودم که حتما یک روز من ضیاءالدین رو دعوت میکنم به برنامه ناگفته ها و از حقیقت خود ضیاءالدین برخوردار میشوم که در اصل این حادثه چگونه به وقوع پیوست و چه اتفاقی افتاد. بهرالدین ضیاءالدین رو فریب داد. نزدیکترین نفر گفته بوده که بر پشت من گفت شمشیر زده، خنجر زده. گفت بخشش پرسید از البته همون لحظه هم بخشش پرسیدم و بعد از 10 سال هم باز بخشش پرسیدم. حالا ضیاءالدین مهمانی ما است. درود. سلام، سلامت باشید. من درود همه مهاجر بچه ها و همه تماشاگران رو به شما میرسونم. تشکر. در نوبت خویش به همهشان سلامتی، عافیت، تندرستی میخوام و از شما تشکر میکنم برای دعوت. کمی توطئه پردازانه سر کردیم برنامه رو. توطئه گفتید بکنید چون برنامه شما اصلا همین گونه است. خب در این مورد شما با بهرالدین صبور صحبت داشتید. بله. و ایشون از من بخشم پرسیده بود. اصلا جوانمرد اونی که با گناه خش اقرار میشد و بخش میپرسد و با عرض معذرت از شما من نمیخوام که دیگر به این موضوع برگردم. میخوام که کوتاه در همین خصوص حرف بزنیم و بعد میگذاریم به دیگر موضوع. خب بهرالدین ما رو دعوت کرد برای کمک به نوشتن یک سناریو خیلی خوب بود، دلنشین بود و ما در نوبت خش گفت که در نقش مرکزی تو باید نقش بیافری، چون این نقش به روزگار من سازگار می آمد. یعنی که نقش یک جوانمردی بود که خیلی از زندگی آزار دیده و همزمان مادرش از دنیا درگذشته است و خیلی الم دیده است و من هم پسندیدم. با هم سناریو رو نوشتیم. چند مدت از میان گذشت اما خاموش. یک روز اتفاقا شاعر رحمجان خان آمد، گفت که میخوام تو رو برنامه کنم. همراه چند نوار برداری دیگر و نوع برنامه ستاره در خانه بود اگر خطا نکنم و یکی از نوار بردارها رو من آنجا که گاه هنگامی نوشتن سناریو نزد ما می آمد من شناختم و با هم سلام علیک کردم. گفت اگه کینا رو دیدی؟ گفتم نه. فیلم برآمد؟ گفتم دروغ میگویی. گفت که به خدا برآمد. با هم شرط کردیم. من گفتم نه، بهرالدین این کار رو نمیکنند. شو باز نفرهای دیگر بودند که فرضاً با بهرالدین در صحبت شدند و شاید با توصیه دادند که این نقش برای ما سازگار نیست. نفرهای دیگر یعنی کی؟ اینا شما نمیدونم. با جای شما کی اون نقش رو آفرید؟ بهروز زیورف به فکرم نقش آفرید. بله. و این لحظه بهروز شاید ما رو میبیند. سلام بهروز جان. بله. در این موضوع من شما رو یگان روز دعوت میکنم به برنامه ناگفته. یعنی واکنش شما، عکس العمل شما چی بود نسبت این کاری بهرالدین؟ در مدی اول میخواید که من بگم که من رفتم به خونه بهرالدین از گریبانش گرفتم، با هم دعوا کردیم. اما رفتید؟ من میدونم که رفتید. پینگ پینگ دینگ دینگ همین چیز رو شما میخواید. خب این چیزا که خاصی من نیست. من به بهرالدین زنگ زدم. شما رفتید به خونه بهرالدین؟ بله رفتم. چی شد؟ چی شروع غوغا اونجا برخاست؟ همش رو دونه یگان شروع غوغا نشده است. من فقط به چشمان بهرالدین نگاه کردم، گفتم درست است. گفتم به چشمان نگاه کنم، واقعا درست است همین بهرالدین و نگاهش رو از من گریزان و من برگشتم به خانه. من خیلی زیق شدم راستی، اونقدر افسوس خوردم از شب‌های بیدارخوابی که همراه داشتیم و یک مدت دلسردی میان ما هم بود. چند مدت؟ زیادتر از 1 سال. باز من شنیدم که یک معاملات پولی نیز میان شما بود، یک مسئله دیگری مالی نیز در میان افتاده بود نه؟ بله بود و بهرالدین سری وقت پرداخت کرد. چی بود؟ یک مقدار مبلغ بود که
برای راه اندازی آن فیلم آها. باید استفاده میشد. یعنی از طرف شما پرداخت شده؟ بله. و کمک بله. بردین سری وقت اون پول رو به من برگردون. خلاصه همین که بردین بسیار جوانمرد خوب است، رو شما هم میدونید، ژورنالیست خوب است، بلاگر خوب است. گناه خویش رو سری وقت درک کرد، اقرار شد. همین برای من بسنده بود. بخشیدیدش؟ چرا نه؟ من کی هستم کی نمیبخشم؟ خداوند با اون که اونقدر بزرگ است هر یک گناه ما و شما رو میبخشد. ما کی هستیم؟ بنده های خاکی. بعد 1 سال قهری بودن؟ بله. اصلا میدونم که زندگی خوب دارید، اما باز این شیوه غمانگیز ترانه هایتون، شیوه غمانگیز گفتارتون کس را با اندیشه های بسیار غمانگیز میبرد. یعنی منظورتون زندگی من است؟ آره. انسان ها زندگیشون رو هر گونه میسازند. من راستی خیلی اذیت کشیدم و راستی قرار داده بودم که دیگر از غم، از افسردگی ها حرف نمیزنم، ولی نمیشد. ولی برای رسیدن به همین لحظه هایی که شما میگویید باید از خیابان دردها و غم ها و همین فاجعه های زندگی باید عبور کرد. تصمیم داشته تا از ورطه این اندیشه های غم انگیز خود رو بیرون کنید. چرا به این قرار آمدید؟ چی شما رو وادار ساخت که به این قرار بیایید؟ وقتی که پیشتر روی صحنه من در وصف مادر حرف میزدم یا جای گریه میکردم، اشک میریختم، من حس میکردم که احساس مردم دیگرگونه است. با یک جوانی نورس که روی صحنه است از غم بی مادری میسوزد. ولی امروز که من پدر هستم، صاحب فرزندای برکمال هستم و اگرچه دلم میسوزد ولی برای خود اونقدر جایز نمیدانم که یا اشک بریزم یا بگیریم یا زیاد از غم و غصه حرف بزنم. این نشانه آن نیست که من مملو از شادی ها هستم، از خوشحالی هستم. زندگی ما سر تا پا از فرح و شادمانی عبارت است. این گونه نیست. ولی همین گونه قرارهای برای خودگوی به امضا رسانیدم که ولی نشد. شما باز دعوت کردید و من مجبورم که باز برگردم به همون روزهای پر از نکبت. یعنی میتونید اقرار شوید که اصلا طبیعت شما همین گونه است؟ یعنی انسان های هستن که غم پرور، بدون غم مثلا زندگی خود رو هیچ وقت تصور کنید؟ نه. شما غم پرور نیستید؟ نه شما اشتباه برداشت کردید. من خیلی جوان شوخ هستم. این رو نفرهایی که یا این ابرازی فقط روی صحنه شما است؟ شاید. غصه پروری. مردم مرا با همین شیوه قبول کردن و میدونید آرزو من باری در تالار کاخ جامی رقصیدم، شادمانی کردم، خوشحالانه برآمد کردم. پس از اتمام کنسرت چندین نفر نزد ما آمدن و گفتند که ما تو رو نشناختیم. این چی نغمه که تو میجنبانی دست میافشانی میرقصی میخندی؟ و من در لابلای این چیزها گرد مانده و نهایت قرار دادم که دنبال همون چیزی که انتخاب کردن. اون گونه که یعنی شما رو مخلصان قبول کردن همون گونه باید باشید. یعنی شما از چهارچوبه قالب ریخته مخلصان نمیخواید بیرون ببرید؟ نه نمیخوام بیرون برم. چون اعتمادی آنها رو از دست میدیم. فرضاً همین صحبتی که با شما میکنیم اگر کمی در صدای من آهنگ بلندروی احساس شود، معذرت میخوام، گلو نیستم. مخلصان البته نادان نیستم. آره. آنها هر یک حرکت، هر یک حرف و همین که شما در چهارچوبه قاعده آنها خود را جور میکنید، این هم معنی این رو دارد که شما خیلی آنها رو احترام میکنید. دوست میدارم، احترام میکنم. به چه خاطر؟ به آن خاطر که آنها مرا دوست میدارن. صمیمانه، بی طمع، بی پاداش. همین حالا پیش از وقتی که شما رو منتظر میشدم، من در نزدیک دانشگاه سلاویانی بودم. اونجا یک قرطابخانه است. احساس گرسنگی کردم، وارد شدم. دو جوان از شوراباد آمدن نزد من نشستن و با من عکس گرفتن و هنگامی که آنها زودتر غذای خویش را خوردن برخاستن، من دست به کیسه بردم، یکی نمان. گفت شرمنده‌مان میکنی. بچه‌های شورابادی تشکر به شما. اینم نشانه محبت است. گپ سری دست یعنی بالاترین جایزه و حجت هنرمند این همین محبت انسان ها است. ولی برای این محبت را به دست آوردن باید گرسنگی کشید، خواری کشید، همیشه چشم بر در بود. پشت در استودیوها ساعت ها منتظر باید بماند که تا یک ترانه را ثبت کنی، یا پس تالارهای بزرگ کنسرتی منتظر اشاره یک نفر، شاید نفر والا مقام بود یا کرسی نشین خواهد بود که تا به تو اجازه دهد که روی صحنه بروی. این همه درد است. همین حال رفتم به گذشته ها و یادم آمد زمانی به من
شما قصه کرده بودید که برای پیدا کردن قوت لایمود یک تکنان شما در تمام شهر دوشنبه در مسیر پایتخت کار می‌جستید. وقتی جوانی هایتان، وقتی که اصلا شما پیر هم نیستید حاضر سالهای دانشجویی میگویم، خلاصه در جستجوی کار خویش فرسایی میکردید برای یک لقمه نان. عجیب روزگاری بود، گاه با درد گاه با شادمانی از اون روزگار یاد میکنم. در همسایگی ما اجاره می نشستیم، در همسایگی ما یک نفر مرد ازبک با نام اکای شادی استقامت میکرد و نانوای خانه داشت. ایامی درگیری ها بود و برادرم رضالدین اونجا کار میکرد و بعدا من همراه شدم. نان میشوریدیم با همین جوسه خیلی بزرگی خش. من حدودی 3 خلطه آرد رو من خمیر میکردم در یک شب. و دادنم چی میکنه زغلا میگرفت، یک نفر مرد دیگر میپخت و پس از پختنش باز من به یک عربه بار میکردم میوردم به نزدیک بازارچه اونجا میفروختم. یک روز چنین اتفاق افتاد که هنگام فروختن همان نانهای گرم 2-3 نفر سلاح به دست آمدند و آنها آمدند و نانهای گرم را دیدند. همین چند حدودی شاید 150 دانه نان بود یا کمتر از اون 100 دانه، همه رو در خلطه ها بار کردن بردن، پولش رو ندادم. و برای عوض این من تقریبا 1 ماه دیگر شاید زیادتر از اون برای اکای شادی کار کردم. 5 یا 6 دانه نان میگرفتیم در دوام 3-4 روز. من میخوندم در شهر، برادرم، خواهرم. رضالدین حالا به لندن رفته است. بله. و بیاید درودی لندنی میگوییم به رضالدین. هلو رضا، how are you my friend. و فرصت کاری هم به پایان رسیده است و باید برگردد روزهای نزدیک. چرا رفت به لندن؟ اینجا تجارت خوب داشت رضالدین نه؟ یا اینکه بعد تخریب بازار سلطان کبیر بله بعد کوچانیدن با کوشانیان بازار کارش آمد نکرد. بله شاید آمد نکرد ولی حالا میگن کار خوب است اونجا. و چندی پیش بود در سوختار نیز زیان برداشته بود رضالدین نه؟ سوختاری بازاری بله سلطان کبیر. بله خیلی پیشتر بود. این زیان ها رو همه جبران کرد و نمیدونم رفت لندن. با چی کار مشغول است رضا؟ در آنجا همراه دیگر بچه ها کرم جمع آوری میکردن و چند پیش زنگ زد گفت که مهلت کاری ما تمام شد. رضالدین برادر ضیاءالدین است. ما رضایش میگیم. رضا خیلی پر احساس میرقصد، رقصی تازه مردانه تاجیکی و شاید این هم از همون ارثیت اولاد اجداد ضیاءالدین وابسته است که در این عائله هنر یک جایگاه خاصی خود را دارد. و گاگا سرود هم میخواند. شاید در یگان برنامه ناگفته ها دعوت میکنیم اگر رضا راضی شود. اون 4 نان به کی میرسید؟ به هممون میرسید. شما، رضا، خواهرتان، برادر بزرگم که چون وضعیت‌های فوق‌العاده خیلی زیاد رخ میداد در زندان رقم 1 کار میکرد، خیلی کم به خانه می آمد. برای او و برای برادر دیگرم که در یکی از فابریکه ها به حیث پاسبان اونجا آنها هم یک چی نیمچه می آوردند. بله در یک جایگی زندگی میکرد. خانه اجاره؟ در خانه اجاره. سال گذشته من اونجا رفتم. کسی رو دیدی؟ جای اجاره خانه‌ای که ما می نشستیم البته یک بینای 2 آشانه کسی خریده است، اون زمین رو برداشته است و کنجکاوانه رفتم خانه اکای شادی. همون اندامی که بود همون اندام، فرزندانش رو ندیدم و هیچ تغییر نخورده است. تقریبا تغییر نخورده است. در اومده نخورده است. سلام علیک کردیم، از دیدن من خیلی خوشحال شد و گفت که من نمیدونستم که تو آدم مشهور میشی. نباشد توان نیست خلطه‌وارد رو به گردنت نمیزدم. بله. هم تلخترین خاطره های زندگی من وابستگی دارد به همان کوچه اسیری و هم شادترین. یعنی تلخترین هایش چیند؟ یک مدت برادرم از زندان که اونجا فعالیت میکرد نیامد، در خانه تنها ماندم. خواهرم برادرم رفته بودن قشلاق تعطیل
برادر دیگرم که بایس پاسبان کار میکرد او هم نبود در خانه. پول نداشتم، نمیشد که خانه این یا اون نفر بروی چیزی طلب کنی، شرم است، عیب است، جای خجالت است. بله. و یک روز صاحب خانه آمد، اکه عبدالرحمن، در دست یک خلطه کاغذ پیش داشت. اگر رکس گفتنی یک سگ بچه داشت، امروی حولی میگشت و با من سلام علیک کرد و کاغذ رو دستی من داد. گفتم چی است؟ گفت که این خوراکه برای رکس. مالش میدیم. گفت که نمیدی. گفتم حالا بدتر میدیم. بردم داخل خانه، اونو گذاشتم و منتظر بودم که کی عبدالرحمن میرود. این طرف آن طرف گشت و گذار کرد و نهایت با من خیر و خوش کرد و رفت. من رکس رو فراموش کردم، خلطه کاغذی رو باز کردم. چی بود اونجا؟ و نان بود، پیچینی هایی که از این یا آن مرکه وا میماند و سخت می شود، ولی در حالتی تازه. آنها رو روی خوان ریختم و از ریزه به بیرون یک مدت به رکس نگاه کردم و به حال خودم و رفتم چای ماندم. 3 روز همون چیزها رو من استفاده کردم. خدا خیری جانی رکس رو دید که از نان محروم شد و شکمی من سیر شد. بسیاری ها وقتی که صاحب یک چنین چی میشوند میگویند که نه اولاد و بابا و کلان های ما بسیار اشرافزاده و بوی به دولت بودند. خاک خنک بودن. این گونه آدم ها بسیار دیدم من. جاویدین، پیش اقرار شما ایمان می آورم که شما گذشته خود رو احترام میکنید، هرچند آن گذشته تلخ بود. من دیگرگونه بودن نمیتونم. من همین گونه‌ای که هستم، همین گونه مردم مرا قبول کردن. در یک برنامه کنسرتی در شهر پنجکن یک نامه آمد دستی من و یک نفر بانو نوشته بود که شما چند کاستوم آوردید؟ اپای من به این خاطر به کنسرت می‌دارد که ببیند که شما چی لباس رو به بر میکنید. من در بلندگاه گفتم که اونهایی که برای تماشای لباس اومدن میتونند تالار رو ترک کنند. من همین یک کاستوم دارم، تمام چیزی در بر ندارم. هرچند مطمئن نیستم که یک کاستوم داشته باشید شما. نه اصلا این گناه نیست، 2 تا میپوشم. یک روز با خانه شما رفتن در کار، در اون جوان لباس شما رو دیدن در کار. پدرم آمده بودن، جوان رو باز میکنم میبینن یک کاستوم زرد، سرخ، سبز، کبود و چند بنفش، چند سفید، سیاه و میگن اصلا مرا دادا گفته صدا میکنن. گفتم دادا؟ گفتم لبای تو یگان کاستومی مردکی داری؟ در حال خنده شدم. گفتم آخر یا همش برای صحنه هستن، وگرنه من در کوچه نمیپوشم. پدرم بسیار انسان شریف بودن، انسان خوب بودن و میدونید من همیشه از اون ناراحت میشم که من قدری اون کسا ندانستم و طوری باید و شاید در زندگی ندانستم. چرا؟ چی طور مرد بودن. نمیدونم، در نظرم مینمود که پدرم هیچ وقت منو دوست ندارد. یعنی این دلتون گواهی میداد این چیز رو؟ بله. شاید تا یک اندازه همین طور هم بود. شما میتونید فرزند خویش رو دوست ندارید با آنکه هر کار کند؟ نه، اما من چیز دیگرم. هست مادری که تولد میکند و در پشت در یتیمخانه پرتفته میگریزد، یا اینکه در آشغال میپرتد میگریزد. هست پدری که از تولد فرزندش یک روز میگذارد و ترک میکند، میرود و عمر بود سراغ نمیکند. خلاصه هر یک آدم این یک دنیای الهیده است. شما رو فهمیدم، دنیای الهیده است، ولی دنیای پدرها یک است. فکر نکنم که پدرم دوست نمی‌داشت. این خلاصه اما یک سکوت کردید شما بعد پیشکش کردن همین سوال، یک سکوت کردید بسیار سکوتی شکننده بود. سکوت کردم با خاطر که رفتم به دنیای دور، گفتم ببینم که اونجا چی حرف بود. واقعا پدرم مرا دوست می‌داشت یا نه، ولی بعدتر به خلاصه آمدم که واقعا پدرم مرا دوست می‌داشت، ولی کم محبت این رو سنجیدید شما؟ کم محبت میکرد. نمیدونم، شاید من کمتر کارگریز بودم و همیشه نسبت برادرم رضا
محبت پدرم فراوان بود یا برادرهای دیگرم. واریزا شعری داداش فلان 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 و من کم توجهی میکردم. شما رو شعری داداش نگفتند؟ نه. نه. پدرم انسان خیلی خوب بودن و خیلی انسان شریف بودن و الان که من پدر هستم صاحب 4 فرزند و من درک میکنم که پدر بودن چی است. من اون وقت جوان بودم، نورس بودم، بعد گذشتن مادرم همیشه احساس میکردم که گذشتن مادرم با پدرم ربط داره. با پدرم ربط داره. چون خواهر بزرگم بار حجت ها رو از داخل جوان بیرون آورد و اونجا گفت که سال 1977 چگونه یک بیماری را طبیبان در وجود مادرم پیدا کردن و با پدرم گفتن که پای توبت همسرت بشو و گویا که پدرم کوشش نکرده است. آن وقت همین در ذهن من جوان نورس نقش بست و من از دنیا رفتن مادرم رو ربط میدادم با کم محبتی پدرم. ولی وقتی که پدرم شهر آمد مادرم در بیمارخانه بود، بالای سری مادرم رفت و تمامی امان فکرهای من بر هدر رفت. من اونجا محبت دیدم، آبی چشم دیدم از جانب پدرم. من دیدم که چگونه با محبت اما چرا سال 77 کاری نکرد؟ اکنون اینش رو من نمیدونم. پدرم رفت، قید حیات نیست و اگر من میپرسیدم بدتر ماجرای خانه‌دارشوی پدرم به میان آمد که من نمیخواستم. دیگر بچه ها چی؟ آنها راضی بودن، علاقه زیاد داشتم با مادرم. من نمیخواستم که یک زنی بیگانه خانه ما بیاید فرزند روی مال آچه من در سرش کند یا که آچه من کرپدوز بود، کرپه های خوشرو، کرپچه های خوشرو میدوخت. من نمیخواستم که یک زنی بیگانه بیاید زیر پا کند. واکنش چی طور بود از طرف پدر؟ عکس العمل؟ اون کس میگفتند که تو ما رو درک نمیکنی، حالا بزرگ میشوی، پدر میشوی، صاحب فرزند میشوی، خدا کند که روزی که بر سری من آمد بر سری تو نوید. من همان وقت هم درک نمیکردم که پدرم چی میخواهد، چی را در نظر دارد. همینطور شد که با یک نفر ازدواج کردن. اون نفر 2 فرزند دیگر داشت. ازدواج آنها دیر نپاید، اصلا جدا شدن. جدا شدن؟ بله جدا شدن. و باری من جرأت کردم از پدرم پرسیدم که واقعا این زنک خوشروی بود. یعنی در جدا شوی آنها شما حصه ندارید؟ نه. با آنکه من نمیخواستم که یگان زن در خانه مادری من باشد، من یگان بار حرفی بد نگفتم. با 2 همسری بدینه پدرم که این زمان هر دو حیات هستند حرفی بلند نگفتم. یعنی بعد از این باز 2 بار دیگر پدر ازدواج کرد؟ اول مادرم، بعد مادرم با یک نفر ازدواج کردن. ازدواج خیلی عمر کوتاه دید. جوانزن خیلی زیبا بود و 35 ساله بود. فکر کنم اونقدر زیبا و جذاب بود و کتاب میخوان، شعر میخوان، از علم، از فرهنگ برخوردار بود. ولی نمیدونم که چرا از هم جدا شدن و پدرم گفت که اون مادرت شده نمیتواند، جای مادرت دیگر بود. مرتبه دوم به من خبر دادن که پدرت باز ازدواج میکند و این الکه برای من یک نوید نبود، یک پیام مدهوش کننده نبود، یک چیز عادی و مقرری بود. یعنی الکه عادت کردید؟ من در پوست گنده میشود. در قشلاق بودم و گفتن که پگاه زنی پدرت میآید و ما خوابیدیم اون شب. من باور نکردم تا کی میاد خانه ما، چه خیلی توی یک بار زن میامد در خانه ما، زنی پدرم. حالا که من اوله دار میشتم اون شب و روزا. پدرم پیش دستی کردن رحمتی، یادشان بخیر. و صبح خشخشی جارو به گوشم رسید و از خواب برخواستم و پرده تریزه رو یک طرف کردم و بیرون نگاه میکنم. یک زن
تاقی در سر، رومال پرتافتگی، کرته اطلس ببر، از این سوی حولی رفته اون سوی را میاد. من همون منظره رو نگاه کردم، اونقدر خندیدم که قریب بیهوش شدم میافتم. من هم بازور خودم رو دوست داشتم همین لحظه. گفتم این کی است؟ کدام فرشته نازل شد سحر پرواز در خونه ما کس اولی ما رو میروبد. و خیلی خندیدم. مرتبه دوم خندیدم. مرتبه اول خیلی گریستم. معذرت زیودین جان، معذرت که شما رو گریاندم زیودین جان. نه هیچ گپ نیست. فقط یاد پدرم افتادم و فکر میکنم که خیلی اشتباه کردم. اگر عقل این روزان بود من آزار نمیدادم و میگفتم پدر هر چی میخوای اختیارت. اصلا همین گونه بود. با اون بانو تا آخری عمر ماندند؟ بله، با هم زندگی کجا کردن. رفتن بانو بعدی درگذشت پدر؟ خانه پدرم است. هنوز هم شکر که هست. همون چراغ خانه را از روشن پدر شما می‌کند. فرزند دارد؟ بله، خواهرم نازنین است. وقتی که با من خبر دادند که پدرت فرزنددار میشد، من خیلی شوکه شدم. من در شهر بودم و گفتم من میکشم کودک. خیلی اقدام کردم. چرا؟ اونقدر نمیدونم. یعنی نمیخواستید؟ گفتم محبت های همون بوده و نبوده پدرم باز از میان میرود. امروز با خواهرم نقشه کشیدیم. خواهرم گفت نکن این کارو، او کودک است. یعنی شما نقشه کشیدید؟ نقشه دستی شما گفتی ایرانی آتو دادم، نقشه نه. این خیال های خام یعنی نورسی و جوانی سلاحا گذارید. زیادین نورزاد نقشه کشید که میخواست خواهرش رو بکشد. سرلوحه بسیار تکان دهنده میشود. نه، و نمیخواستم او را ببینم. اونقدر نفرت داشتم نسبتی همون یک کودک بیگناه. خلاصه آمدیم دیها. نزدیک در یک کودک خردک نشسته است. دخترچه موهاش بریده، دست رویش خاک آلود، پر از چنگ و غبار. و من نگاه کردم و ما مانندی دارد. انیخترش با پدرم، ابروانش با پدرم مانند، بینی تیغدار، ابروانش با پدرم مانند. خواهرم گفت که زیا همین خواهرچه ما نازنین امین است. هم نگاه کردم و در حالی که نزدیک در بود با من نگاه میکرد با محبت. من دروازه را باز کردم و یک پایم را داخل گذاشتم. فرصت نکردم که پای دومم را گذارم که یک دستچه های کوچک آمد پاچم را قپید. واو. گفت خیلی نگاه کرد اکا. من نه داخل رفتم نه بیرون آمدم. همین خیلی در میانه زمین آسمان معلق ماندم. حرکت کردن نتوانستم دیگر. بعد از چند ثانیه به خود آمدم، آهسته برگشتم که کودک جانبی من نگاه دارد. چشمکای شعلای سیاه. من غیر اختیار خم شدم. وسط در خم شدم و برداشتم در بغلم گرفتم. بوسه کردم از رخسار رها شده. همین گونه حالت بود واقعا. عجیب، یک برزخ. میدونید برزخ میانی محبت و نفرت. خوشبختانه محبت غالب آمد و من این را شعر هم کردم، سرود هم کردم و در آن برنامه خواهرچم شرکت هم کرده بود. میشود بخونید؟ چند مصرع شدم است. از کنارت میگذشتم، دستای کوچکت بر سوی من بود، چشمکان معصومت بر روی من بود. خواستم در را برای تو بپوشم، بر سرت باران خشمم را بریزم، لیک آغوشم به سویت باز شد. از سر و رویت گرفتم بوسه ها، گریه کردم بر خود و بر غصه ها. گرد و چنگ دامنت را پاک کردم، نفرت خود را همانجا خاک کردم. همین گونه یک سرود پیدا شد. شنیدم چند سال قبل به صدمه دچار شده بودید، این راست است؟ اصلا من ماشین رو از
میاری 40-50 زیاد حرکت نمیکنم، نمیرونم انیخترش. من خیلی احتیاطکار هستم، خاصه اگر فرزندانم داخل ماشین باشن. ما از ناحیه حصار از دهه اسکیچ از توی برمیگشتیم، داخل گزیل بودیم. در راه شوراب یک نیشابی هست. ما گفتیم که ماشین رو از دست چپ زاправка بود، گفتیم اونجا تیلا داده اونجا میبریم. دو رقاصه، یک همکاری، دو همکاری ما، دختری دیگر از خانه رادیو، من، شهزادی دوران، همین بالو از تگی پا خستگی بریم، از پشت ماشین آمده ایستاده بود است. همین حالت من در پیش قرار داشتم، یک دست در آینه که با آن شفیار پس رو میبیند با کابینکا میگن همون رو داشته ایستادم و بچه ها چند نفر از پشت تیله کرده ایستادن ماشین رو و من بر دروغ جانب آسمان نگاه کرده فقط آینه رو میقپم. یکی با گوشم کارگوریز، بله، آواز شهزاد رسید، گفت که اکا فریب نکنید، گفت این کاری همه کس است، شما هم نزد ما بیاید. تا محلش گفتم من همراه شما میرم. آمدم قفا، اکنون من مرا احترام کرده در میانه جای دادم. جای وزنین ترین. گفتم جانب بچه ها که خاک بر سری من بارین حافظ، آخه من حافظم، من راهبر شما هستم، من باید تیله ندیم. از پیش همون جایی که بودم همونجا ایستادم. همین من رفتم ایستادم، حدود همین 10 سکند نگذشته یک صدای بلند گوش خراش زمین و زمان گفت به لرزه آمد. خیال کردم که در آسمان رعد و برق درخشید، یک آتش تمامی همین زمین و آسمان رو فرا گرفت. من گریختم. اونجا یک زمین بود، رفتم و در زمین نشستم و با دو دست گوشه‌ام رو قپیدم، فقط سرم رو پایان کردم، نشستم و خدایا گفتم کاش خواب باشد، من خواب میبینم، من از خواب بیدار کنم، این خواب است، این دروغ خواب است ده. وقتی که دستام رو از گوشم گرفتم، صدای صلاح الدین به گوشم رسید که کلمه شهادت رو گردان میکرد و من ترسیدم. راستی که بالای سرش اومدم، استخوان‌های پایش از همون داخل پوست بیرون آمده بود. من میخواستم کمک کنم، خواستم پایش رو یک طرف بگیرم، یک استخوان شکسته بیرون آمد از پوست. دلم بیخود شد. جانب دیگر نگاه میکنم، طالب که در اپارات بود پایش رو به زمین دراز کرده ایستاده است، کند و کرخت حرف نمیزند، فقط با اشاره چشم گونگونه میگوید که آب. در همان حالت رفتم آب آوردم، به دست رویشان چاشیدم. تمام نفرهایی که خلاصه در همونجا بودن از پشت، دخترها در داخل ماشین ماندن. قسم نمیدونم کجاش ضرب خورد و آنقدر آسیب جدی ندیدن، آسیب سخت رو نفرهایی دیدن که در پشت ماشین بودن، در پشت ماشین ایستاده بودن. بعد من آمدم شکر خدای رو بجا آوردم که خیریت که من در پشت ماشین ایستادم و همون لحظه آخر آنجا گذاشتم، وگرنه آینه برق پایهایم قیمه میشد. یک ماشین با حرکت خیلی بلند، سرعتی بلند از پس می آید، در تاریکی شاید چراغش خاموش می شود، نمیدونم چی کار می شود که دیگر اعتبار ندادیم. با پشت پای نفرها که ماشین رو تیله میکردن میزند. این واقعا چندین سال پیش بود و خیلی یک حادثه ناگوار بود. بعد این حادثه من یک مدت خیلی زیاد به خود نآمدم و واقعا صلاح الدین پس از این حادثه تا حال پایش میلنگد، آسیب جدی برداشت. لیکن شکر خدا که آسیب جانی نبود، تلفات جانی نبود. این وهم و ترس در ضمیر انسان تا دیر با زندگی میکند. این وهم رو، این ترس رو من از ناحیه جیلکول میراث گرفتم. در جیلکول هم صدمه کردید؟ نه، اگه شما میخواید که من تمام پس صدمه دچار شوم، نه، اون صدمه هایی که من به شما گفتم خیلی صدمه های کوچک بود. در جیلکول چه اتفاق افتاد؟ فریدون رائوپوف، یک تن از اخلاصمندان رادیوی صدای دوشنبه که ما رو مخلصی میکرد، همراه اهل خانوادهش، خواهرش سعادت و شفاعت و دیگرها،
ما رو به خانهش دعوت کرد. اون هنگام زنگ آخرین رایج بود. ما در مسکویچ کبود کهنه ظفر همکارمان کارگردان نشستیم و به ناحیه جلیکو روان شدیم. اثنای رفتن یک ماشین از بر ما مثل تیر گذشت. انظورت نظرزاده که شما هم همه اونها رو میشناسید، خب یک دخترک آلفته و نازنین در بر ما، سنگینای، سیف الله بازار، ظفر، همسرش رنا، باز یک ماشین دیگر از پس. 3 دقیقه از میان گذشت. یک جا آمدیم که یک ماشین سر و بالا است. تو یک زن کناری راه در دستش کودکش. در این میان کودک یگون جاش فقط آسیب ندیده است، آزار ندیده است. همه آزار دیدن اون نه. شافیور دورتر از ماشین، حدودی 3-4 متر از ماشین، بیهوش بیاد، تمامی سر و رویش خونشار. خلاصه انظورت رفت از کجای آب پیدا کرد، جرأت کرد. ما با ماشین دیدیم که مردم بسیار جمع شد و آنها صاحبی کردن. ما راه خویش را ادامه دادیم. شب شد. خب من به حیث راوی بودم، باز 1-2 سرود خواندم. من از صحنه همراه همکاران بیرون شدم. رفتیم جانب خانه فریدونی اینا. با من یک زن همراه شد. گریه کرد. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت که یادی دادرم افتادم. گفتم با دادرت چی شد؟ گفت که دادرم 33 ساله بود، از دنیا گذشت. گفتم خیر جای از جنت باشد و شما زیق نشوید، گریه نکنید زیاد. گفتم روحش ناآرام میشد. گفت گریه من خاطر است که هر بار عکسی تو رو میبینم یادی دادر رو میفتم. با تو خیلی شباهت داشت. پشت نگاه کردم هیچ کس نیست، همه رفته است. همکارا پیش رفته ایستادن. آمدیم یک کوچه پیدا شد. زن گفت که من این خانه من اینجاست، بیا مهمان شو. دادر. گفتم اپا جان هزار رحمت، همکارا منتظرن، من باید خانه فریدون پیدا کنم. من با چشمان سرم دیدم که زن رفت. من از پس نگاه کردم، حدود 30 متر رفت زن. پس از رفتن او من به راهم ادامه دادم. حدود 50 متر اگر حرکت کرده باشم، یکی صدای ای من به خود آورد. من برگشتم، با همون زن فوق به فوق زدیم. انا خیلی دیلم ندونید از جای بیجا شد. تمام جای بدنم رو عرق سرد پخش کرد. موی سرم خیست. گفتم اپا شما رفته بودید؟ نه گفت من همینجا بودم. گفتم چی خیلی من دیدم شما رفتید آخه. نه گفت من همراه تو بودم. من نمیتوانم بگم که اینجا یک سری چی اسرار است. او را فرشته ها مزرد میخوام آوردن. شاید اون مرا نترساند. شما رو ترساندن داشت. نه آرزو از برای سبکت در انصاف کنید. شما فقط نگاتیو میبینید. چرا؟ همون زنه که بیگناه، همون یک زنی بیگناه مخلصی مرا شما گناهکار کرده ایستاده. مثلا در شبستان سیاه ظلمات یک کس بیاد از بیخ گوشت هی بگوید این چی است؟ این بر رفتار آدمی سالی مانند نیست. نه هی گفتن او من شما رو میگم که ای، یعنی که اشاره و به شما آواز میدیم که به من نگاه کنید. با گوش من صدای او مثل یک تندر اومد. نه که من که بندی فکر بودم. بعدن چی گفت بعد از ای؟ من گفتم خب اپا تلخ کف کردی، زهره درک شدم و خیر. اصلا عجیبش این که او میگوید که من نرفتم، همراه تو بودم. از ای بلند گفتنی او، ندا کردنی او، این حالت مرا به ترس آورد که چگونه من دیدم که رفت آخر باز چگونه همراه من رفته ایستاده است. عجیب. یاد جین ها افتادم. عجیب. یاد پری ها. بعد اومدیم خانه. واقعا میخواستید که چی میخواسته است؟ نامه داد. همین نامه رو بخوان. یادم رفت که برای دیم. من اون زنم قصیر نمیدونم. ولی هیچ قصی بدم نداشت راستی گفت. میرود. اما اون چیزی که شما گفتید حالا من دیدم که شما رفتید اما او رد کردین گفته آرا. گفت که من هیچ جا نرفتم. بله همین گونه حالتم بود آخر. من همراه تو بودم. نمیدونم. من مثلا با منطق خودم درک کردن نمیتوانم این حادثه رو. شاید میومد میگفت که هی ببخشید من نامه رو فراموش کردم.
با خاطر نامه برگشتم دوباره. نه این منطقه درست میشد. من گفتم که اپا شما رفته. میگه من نرفتم، روی تو بودم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خب خلاصه من آمدم، او نامه رو داد، آمدم خانه فریدون و بچه ها رفتن داخل خوراک خوری. من یک مدت در بیرون نشستم و گوسپند کشته بودستم که من اونقدر با گوسپند رفیق نیستم. راستی به هر اوین که گرسنه بودم بعدی محفل از اون تناول کردم. ساعتی 4 شب از درد جانکاه بیدار شدم. خیال میکردم که از درون با مقراض با قیچی بریده ایستادم. هی هوی زنک یک طرف، آن مخلصمون یک طرف، میگفت که برادرم از دنیا درگذشته است. اون هیچ از یادم نمیرفت. باز از درد معده یادم رفته است. یادم رفت. اینش یادم رفت که بگم که از درد معده از دنیا درگذشته است. خب خواه با انسان تاثیر میکنه همه این چیزها. صبح شد، ساعت 6 شد، همین نیمروشن شد. ظفر رو بیدار کردم، گفتم که مرا شهر بر. او خست مرا نگاه کرده، گفت که دختر در آینه دیدی؟ گفتم چی شده است با من؟ یه بار آینه ببین. میرم در آینه فریدین اینو دیدم در ایوان چسبونده بود، در حمام در کجا بود. میبینم خودم رو نمیشناسم. چی شد؟ چشمای خودم نیست. بازی میکند. اندام من نیست. من اصلا که خوب درست است که کمی لاغر اندام هستم، نه به این گونه. تماما یک آدم دیگر از آینه گویا با من نگاه میکرد. من سخت ترسیدم. از ظفر رو گفتم که چیزی میخوایی من خدمتی تو وظیفت همی که من رو باید به شهر برسانی. گفت خانه برادرت برام. گفتم نه، ما رو به بیمارخانه بر. راست اومدیم به بیمارخانه. نتیجه نداد. توبتشون نتیجه نداد. من روز از روز افسرده تر می شدم. نمیدونستم که چی میخورم، چی میگویم، کجا میرم، با کی حرف میزنم. بعد برادر زنم آمد، یعنی که زنی برادر کلانیم. خیلی گریه کردم، گفتم که اگر توانی شوهرت رو گو من از اینجا بره، من نمیتوانم دیگر. بعد برادرم آمد، ما رو به خانه اش برد. برادرم خیلی مهربانی کرد. راستی چی میخوری، چی میپوشی، چیزی به دلم نمیگنجید. فقط یک احساس خیلی بد داشتم که من دیر نمیپایم. برادرم رفت گلاس خرید. گلاس آورد، یک دانه گلاس را خوردم، یک بغض در گلویم رست ماند. بعد گفت که چی شد؟ گفتم هیچی. گفتم نمیخوری؟ گفتم که نه. یک کنار گذاشتم. گفت چیکار کنم برای تو سیفالدین برادر کلانیم؟ گفتم هیچی. گفتم یک مدت خاموش ماندم. بعد گفتم که اکا لبای دادر. گفتم بچه من نگاه میکنی؟ چخیر من بچه تی نگاه کنم؟ گفتم اگر من بمیرم تو نگاه میکنی؟ دیوانه شدی؟ گفت گفتم نگاه کنم. خب همین گونه حرفا میانی ما رد و بدل شد. خیلی یک حالتهای ناامید کننده داشتم. فکر میکردم که روزهای آخرین عمرم رو میگذارم. دیدن که کاری دکترها نتیجه نداد. همین شب و روز یک دیوان کهنه فرسوده در همون پرستگی منتظر که کی این طرف میشم یا اون طرف میشم. همین گونه حالت ها. اپای کلانیان دوم اپام صداقت که از ده آمده بود به خاطر من یادم است که دالان میرفت. من یکی شروع کردم به آه ناله همیشگیم که آه میمیرم، آه اینجایم اونجایم. وارد خانه شد، این طرف آن طرف نگاه کرد که هیچ کس نیست. من گفت که خیز از جایه. گفتم چی برای چی کار میکنی؟ خیز. گفت با همون جارو 3 تا در پشتم زد. گفت که جان همه رو در نوگ بینی آوردی. ای میموری نه میموری زندگی کن آخی. روز میتی مردمانی. من میدونید آرزو در یک حالت عجیب قرار گرفتم. از جا برخواستم. همین قدر خندیدم
یک لحظه معاینه سرم سبک شد، خیلی سبک شد. رفتم اتاق دستشویی، دستورم رو شستم، آمدم و آهسته آهسته با گذشت وقت این دردها درمان یافت، ولی گاه گاه خروج میکند. میخواهم راجع به کنسرت قریب الوقوع حرف بزنیم ضیاءالدین جان. این را باید در اول برنامه میگفتیم. با دقت همه هوادارانم، آنهایی که واقعا علاقه‌مند شعر هستند، ترانه هستند، ساز و نوا میرسانم که روزی 17 دکبر در شهر باستانی خوجند در مرکز جوانان در این تالار برنامه کنسرتی اجرا خواهم کرد و بعدا برنامه سومین خویش را در سال روان در کاخ سروش دایر خواهم کرد روزی 31 دکبر ساعت 13. در خوجند ساعت چند؟ اونجا هم ساعت 13. ساعت 13. بله. در بخش تبلیغی کنسرت ضیاءالدین حصه دارم و آگاه هم که چیزهای خیلی جدید، تاثیرگذار و خیلی هم جذاب مخلصان ضیاءالدین رو این نوبت انتظار است. بیایید ما منتظر. ضیاءالدین جان سپاس، قربانی شما، خوب کردید که اومدید، خیلی بهره برداشتیم. منم در نوبت خویش موظف هستم که از شما تشکر کنم، عرض سپاس کنم اولا برای دعوت و بعدا برای برنامه‌های جالبتان به حیث یک اخلاصمند، یک تماشابین. چون نه تنها من به اغراق، به طمع، به پاداش، قربان به حیث یک انسان میگم که اهل خانواده ما گوش میکنن، زیرا فضای یوتیوب امروز خیلی یک فضای آلوده با غژدی هست. کم چیزی میتوان دریافت کرد که مثلا برآورنده نیازها باشد و برنامه شما از قبیل همین گونه برنامه هاست. این بهای خیلی بلند است. با برنامه ناگفته ها از طرف ضیاءالدین، یک انسانی ضیایی، یک انسانی فرهنگی و اصلا حدودی 1 سال می شود که یوتیوب دیگر دستگیری مالی نمی کند کاربرانش را از مملکت های مشترک المنافع به خاطر تحریم های روسیه. یعنی فایده یوتیوب دیگر نیست، حدود 1 سال می شود و خیلی از بلوگرهای نامدار کشورهای آسیای مرکزی و روسیه از تهیه برنامه ها دست کشیدن، چون که درآمد نیست. اما برای من این مهم نیست. برای شخصا من اصلا مهم نیست که یوتیوب مبلغ میدهد یا نمیدهد. برای من مهم شماهای مخلصان عزیز، مهمتر از همه محبت شماست و چیزی دیگر این محبت به پیشه خودم است، به کسبم است. همین کافی است. دعوت میکنیم ضیاءالدین را. برای ضیاءالدین نیز مهم نیست دیگر چیزهای دنیا، فقط محبت شما و اخلاصمندی شما. مطمئنم به این چیز. خداحافظی میکنیم تا برنامه‌های بعدی. خیر.